اگه میخواین 1 2 3 یک کیک خیلی سریع آماده بکنید که انقدر نرم و خوش بافت باشه و داخلش پوک شده باشه، پاشین دست به کارشین. اول مواد خشکتون رو الک بکنید و بعدم شکر رو بهش اضافه بکنید. مخلوط که کردید تمام مواد خیستون رو یک جا اضافه بکنید، با همزن دستی هم بزنید تا یک دست بشه. حتی به همزن برقی هم نیاز نداره. خیلی آسون و راحت درست میشه. فقط بگم فقط این نوع کیک هست که میشه اینطوری درست بکنید. کیکی که با قاشق پیمانش شمرده شده باشه و کم باشه. کیک های پیمانه‌ای یه دو لیوان رو نین این کار بکنید، یه تیکه خمیر میشه. خیلی عالی و خوشمزه میشه. حتما لطفاً کپشن رو بخونید. نکات تکمیلی اونجا گفته شده و مواد لازم یک دست اونجاست. پس حتما بخونید و برای عزیزانتونم بفرستید. نوش جونتون باشه.